تو راه فرودگاه بوده. بهش گفتم زباله ها رو گذاشتی بیرون؟ گفت ای بابا یادم رفت. گفتم همین یادم رفت. خب همین یکا رو ازت خواستم الان کل خونه بو میگیره. تو چقدر بیفکری. کاش خودم گذاشته بودم. گفت در سطل بسته بود، نگران نباش، چیزی نمیشه. وسط راه کیفمو چک کردم. گفتم ای وای پاسپورت رو جا گذاشتم، حالا چی کار کنی؟ گفت اشکال نداره، دور میزنه. تو مسیر برگشت فقط یه جا آروم بهم گفت اگه نرسیم یعنی قسمت نبوده که بریم. دوست داشتم آب بشم برم تو زمین. فهمیدم آدم امن کسیه که بهونه داره ولی تلافی نمیکنه. اشتباهی تو میبینه ولی سرزنشت نمیکنه.